سلام دوستا، اینجا که میبینید لیتل بامیان است. همین است که میبینید جایشون خالیه، خیلی هم شلوغه. جشن ای کم است لیتل بامیان. این مجسمش معلوم میشه. دوستان این میذارم در یوتیوب، لطفا حمایت کنید. قوما دوستا اینجا کس خیلی زیاده، ماشاءالله نام خدا. نگاه کنید قوما ماشاءالله چقدر زیاده، نام خدا. ریزه و کته لیتل بامیان. نگاه کنید ماشاءالله چقدر زیاده. ما بریم داخل بازار. است بازار لیتل بامیان. ویلکومن لیتل بامیان. باز نگید قوما در لیتل بامیان کمه. هر رقم مردم قش جمعه لیتل بامیان، از همه فرهنگ، از همه لباس ها. این دیگه قوم های ماشاءالله. نگاه کن لیتل بامیان. خوش آمدید. باز نگید لیتل بامیان جای بده. ما از خود آلمان آمدم به خاطر دیدن لیتل بامیان. همه ایش که میبینید خیلی ایش قومای دوستای از همه فرهنگ، از همه قوما میبینید ماشاءالله. قوما دکان داره، چیز داره، دکان داره، میفروشه وسایل. اینجام کباب میدیه. اینا با خاطر شبهای رمضان بود که حالا عید، بعد از عید باز 2-3 روز تمدید کرده که چیزا یورمل. دوستان چینل من حمایت که دفعه بعد بیشتر از لیتل بامیان برایشون فیلم میگیرم، ویدیو میگیرم. فعلا همی کس لیتل بامیان. Hey, you get a drink.